کاری به نفع امت اسلامی است و یا خیر؟ با بسیار تکبری هم که داره میاد رد میزنه. آیا به نفع امت اسلامی است و یا خیر استاد محترم؟ بارک الله فیک. البته سخنهایی که این انسان میکند به نفع امت اسلامی نیست. این از یک چند جهت است. از یک چند جهت. جهت اول این است که آقای فاتح اهل سخن نیست. آقای فاتح او عازری به همون مرحله نرسیده است که در قضایای امت، در حق علما، در حق اعتقاد اهل سنت و جماعت صحبت های هر چیزی بخواهد چرت و مرت بگوید. او از این اهل نیست و از این اهل سنت و جماعتی که علم خونده لااقل طالب علم باشند نیست. از همین جهت اصلا به عبدالرحمن فاتح سخن کردن درست نیست، زیرا که عقیدهش خراب است. ثانیاً برای نفع امت نیست، از این جهت که اینها مهربانیشان در حق مشرکین خیلی زیاد است، در حق طاغوت ها خوب است، لیکن ضربهشان برای همین علمای اهل سنت است. به فتنه گرفتار کردن مسلمان ها است، تفریقا انداختن مسلمان ها است. لیکن ما از این عذری ها چی انتظار شویم؟ از عذری ها ما باید همین چیز رو انتظار شویم. اینا عذری اند، اینا وظیفه شون همین است، کارشون همین است. اینها دست پرورده هستند که خدمتشون برای فتنه انداختن بین موحدین مسلمین است و اینها همین مزدورانی هستند که وظیفهشون همین است. یک خوب میکنند و بعد از کمی بیدار میشوند، با خوب میکنند و باز بیدار میشوند. اینها فتنه‌گرانی هستند که بجز فتنه کاری ندارند. زیرا که در همون حلقه هایی که رد زده است یا که طلب کرده است، خواهش کرده است، گریه کرده است، نمیدونم در حق عبدالظاهر داعی و غیره، یگان حجتی نیست، نه از قرآن نه از سنت. و گویا رد به من هم زده است. 2 روز قبل، دیروز من گوش کردم، باور بکنید، یک آیت، یک حدیث در مدت 23 یا 25 دقیقه وجود ندارد، اما 2 کمدیو وجود دارد. 2 کمدیو وجود دارد. یک نفر از سیاه‌پوستا افریکانسا یک برنجی به گوشت رو میخورد و خیلی گریه میکند. عبدالرحمن فاتح در بین ردش گذاشته است، خودش هم گریه میکند، خنده میکند، حالت خودش گذاشته است. از رد ما گریه کرده، حالت گریه خودش گذاشته. و یک کمدی دیگری گذاشته است که خنده میکند. این چی دیوانگی است؟ یعنی قرآن کجا شد؟ یک کتاب بزرگ، سنت کجا شد؟ بله استاد محترم. سلف این اومد کجا شد؟ قرآن در یک طرف، سنت در یک طرف، سلف این اومد در یک طرف، هزارها میلیون ها کتاب در یک طرف. 20 سال خونده آدم به من رد زده است با کمدیو، یکیش میگیرد یکیش میخندد. ما به این به چی جواب بدیم؟ ما کمدیو باز نیستیم. عذری های شرمنده ای منتج کننده و الله المستعان. من فکر میکردم عذری افغان کمی آدم است، لیکن اینو هم همون از تاجیک هم بدتر شرمنده بود است. بفرمایید. بله استاد محترم، الله سبحانه و تعالی اینا را هدایت که مبشر مسلمی ها را در عقیدهش خوب خرابی داشت. استاد محترم او را تکبر که داشت قبول نکرد، با همون عقیده رفت. الله سبحانه و تعالی امرایش معامله کنه دیگه. هر چی که گفتین قبول نکرد، چون در پشتش تو کسایی بود که او را چی میکنن که قبول نکرد. بیخی او با ما و شما را میگفت شما تکفیری سنید سنید، در حالی که خودش روی حق مطلقا منحرف شده بود. بارک الله فیک. بیاید اینجا تکفیری رو به ما اثبات بکند که ما کی رو تکفیر کردیم. ما مسلمان ها رو مسلمان میگیم، ما همون کسی رو تکفیر میکنیم که طاغوت پرست باشد یا طاغوت باشد، یا که قبر پرست باشد یا رافضه و غیره، که اینو هم قبر پرستیش است. ما بالعموم هیچ کسی رو تکفیر نکردیم، اصلی مردم رو تکفیر نگوییم، تسلسل در تکفیر نداریم. یک تهمت بیش نیست. مزدوران عاقبتشون همین است. الله هدایت کند این متکبرین رو، الله هدایت بکند کمدی بازها رو، الله هدایتشون بکند. لیکن وظیفه شما برادران و خواهران موحد من چیست؟ تاجیکایی که صدای من رو میشنوید، برادرهایی که از افغانستان هستید، برادرایی که از ایران هستید، وظیفه ما موحدین در روبروی این عذری ها چیست؟ اولا وظیفه ما هدایت کنانیدن اینها نیست. وظیفه من طالب علم یا دیگر از طالب علم، وظیفه ما هدایت کنانیدن اینها نیست. الله سبحانه و تعالی به پیامبر گفت انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ای محمد، تو هدایت کننده نمیتونی هر کسی رو که خواستی. الله کی رو خواهد هدایت میکنه. قلب در دست الله است. این بین اصبعین من اصابع الرحمن. قلب ها در بین 2 انگشت الله سبحانه و تعالی قرار دارد.
از همین جهت الله اگر هدایت کند هدایت میکند، هدایت نکند در دست الله است. ما هیچ چیزی گفتن نمیتوانیم، اما ما فقط میگوییم که حق این است. ای عذری های مشرک توبه کنید، به سوی حق بازگردید. قبول کرد نکرد حوالش به الله است و ما باید از این جماعت عذری و از این جماعت بدعت براءت خود اعلام بکنیم، از اینها دور باشیم، اینها را استاد نگوییم. بسیار برادرها هستند که خودشون از اهل توحید میگن با در گرد اطراف همین هستند. نه، از این مجلس دور باشید. بارک الله فیکم. درست استاد محترم، جزاکم الله خیرا. شما در قلب ما جای دارین استاد محترم. شما و شیخ ابو عمر صلاح الدین همیشه درسای شما را ما گوش میکنیم. بارک الله فیک. الله استون میکنه برادر. وقتنا بیشتر نمیگیرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.